جمعیت تاجیکان آمریکا با امام‌الدین خالف ساکن 21 ساله ناحیه ایرج که دو گرده اشکار ناشناس شدند و توسط ایتالیا زندگی دارد $1000 کمک کرد. این کمک جمعیت تاجیکان ایمه را روز گذشته اسکرعلی سعیدов بنیانگذار جمعیت و دلیر نظرov یک عضو فعال آن در دفتر آزادگان و برادر امام‌الدین نصرالدین تقدیم کردند. اسکرعلی سعیدov در صحبت با خبرنگاران گفت اسماعیل شریفov رئیس فعلی جمعیت تاجیکان آمریکا اعلان کمک به امام‌الدین را از تورنمای آزادگان خوانده از اعضای جمعیت دعوت کردند برای تبابت بیمار سهم بگذارند. این دعوت خوش پذیرفته شد. یک مقدار مبلغ جمع گردید. او افزود در برابر امام‌الدین جمعیت به یک ساکن ناحیه ایثار که از توسط آسیا پلوس برای تبابت طفلش از مردم کمک خواسته بود $1000 سپرد. خودی جمعیت تاجیکان یعنی تاجیک کامیونیتی این USA اینکورپوریشن سالهای 2008 تأسیس شده بود. در اون وقتی که ما برای مقصد اساسی جمعیت برای چی ما تشکیل کردیم؟ برای اونه که اون مشکلی های بین تاجیکان که در امریکا پیدا میشد سری وقت حل کردن و مساعدت کردن در اون که با همدیگر دائما کمک رسانیم با اون تاجیکانی که موقتا در امریکا تأسیس می‌کنند زندگانی میکنند. و وقتی که ما مجلس گذراندگی بودیم که این سهم گذاری که ما میکنیم ما پیش از همه با خودی اون شهروندان که موقتا در امریکا می باشد برای حل این مشکلی ها این سهم گذاری سهمی که جمع میکنیم برای همون صرف میکنیم. لیکن وقتا می بیاد که ما نه فقط با تاجیکانی که در امریکا می باشند بلکه با خودی تاجیکانی شهروندانی که در خودی تاجیکستان واقع می باشند با آنها هم این سهمگذاری کنیم. از این جمعیت ما زیاده از 1,500 تاجیکان عبارت می باشند. تشکر زیاد به همه جمعیت تاجیکان آمریکا که مراجعت ما رو شنیدند و با کمک کردن برای ما برای تبابت برادرم ما. خوب میشد که همه شخص های سخاوتمند زیادتر میشیدن با همه چی را دستگیری میکردن بیمارا را برادرها را